سلام دوستان. امروز ما درباره خصوصیت‌های مفید و میستیکی رستنیه که نامش تاستیانکا یا که فربهک و لقبش درخت پول و درخت زنده است صحبت میکنیم. فربهک با نام‌های درخت پول یا درخت زنده مشهور است. به عائله گیاهان فربهک داخل شده 350 نماد گوناگون دارد که اکثرشان در آفریقای جنوبی و تروپیکی همچنین در ماداگاسکار میرویند. خاصیت شفابخش آن را تمام جهان می‌داند. همچنین به عنوان گیاه آرایشی در هر خانه به نظر می‌رسد که آن را کراسولا یا که زریانکا نیز می‌نامند. در عرفیت می‌گویند که این گل نه تنها پول را به خانه صاحبش جلب می‌کند بلکه باعث زود ثروتمند شدن صاحب خانه می‌شود. اما این گیاه خیلی کم گل می‌کند. علاوه بر خصوصیت‌های میستیکیش این نهال خاصیت شفابخشی هم دارد، هرچند که از طبیب خانگی یعنی علایه پیش نمی‌گذرد. درخت زنده به جای و اصولهای پرورشی زیاد نیاز ندارد، به همین خاطر در نزد هر تیره‌ای رشد می‌یابد و کلان می‌شود. در برابر این فایده‌های شفابخشی زیاد دارد. در ترکیب درخت پول مقدار زیادی المنت‌ها و روغن‌های حل نشونده هست که در یک قطار بیماری‌های خاصیت‌های شفابخشی آن استفاده می‌شود. اکثر وقت فربهک را همچون داروی ضد میکروبی و ضد ویروسی استفاده میبرند. در معالجه زخم‌ها، نیش حشرات، بی‌ضررکنی زخم استفاده می‌شود. اینچنین افشوره این گیاه ورم را پیشگیری کرده سوزش زخم را از بین میبرد. اینچنین آن را برای مبارزه با گرپس و ترکش پوست پای، برای آرام کردن حمله دردی واریکوز، ارتریت، ارتروز، گمرای و پداگرا و همچنین در زخم معده و روده 12 انگشته استفاده میکنند. حالا من چند داروخط برای مبارزه با بیماری‌های مخصوص رو برای شما میگویم. اول، مبارزه با گلودرد و سلفا. چند برگ درخت را بریده آنها را فشرده آبشان را میگیریم و با یک پیاله آب آمیخته کرده این محلول را در یک روز 3 مرتبه غرغره میکنیم. کوشش کنید که هنگام غرغره محلول را نخورید و برای التهاب پرده بینی آب آن را به بینی چکانید. دوم، برای جراحت سوخته یا خراشیده و یا زخم. چند برگ درخت را گرفته میشوییم، سپس آن را با کارد میده کرده بر روی زخم دکه گذاشته، سپس افشوره را بر روی زخم میریزیم و کمپرس میکنیم. بهتر است که بجای متاع زیچ از دکه استفاده کنید تا آبی فایده آور به متاع جبیده نشود. سیوم، در وقت چرک و زرداب گرفتن پوست برگ ها را شسته میده میکنیم یا اینکه پوست بالای برگ را کنده آن را